جیمز هولند در حال جستجوی یکی از موقعیت‌های آلمان در مونته کالواریو است. دره لیری در برابرتون وجود داره. از سومه اونجا جاده دیده میشه. اونجا باقی مونده های کاسیلینا در سال 1944. اونجا تنها توپخونه‌ایه که متفقین میتونن برای رسیدن به روم ازش استفاده کنن و به همین دلیله که این مکان اینقدر کلیدیه. چون از اینجا میتونید دره زیرین و به خصوص اون جاده رو زیر نظر بگیرید و هیچ چیزی از دید شما خارج نیست. با نشستن در گروه‌های 8 نفره در کوههای اطراف و تأمین پشتیبانی شلیک، آلمان‌ها مونته کالواریو را به یک موقعیت دفاعی یورش ناپذیر مجازی تبدیل کردند. تا وقتی که نازی‌ها هر دو جبهه را تحت کنترل دارند، هر حمله‌ای به مونته کالواریو می‌تواند سرکوب شود. در قدم بعدی کسلرینگ توجهش را به دره لیری معطوف می‌کند و به جای اینکه روی قدرت طبیعی فضای باز متکی باشد، دستور برنامه‌ریزی یک ساخت و ساز را می‌دهد. تونی پولارد در حال کندوکاو باقی مانده های کف دره است. با خارج شدن از مسیر به این سازه سیمانی که از دل زمین بیرون اومده میرسیم که خصوصیات آلمانی داره. اینجا به دلیل اینکه اولین بار در آفریقای شمالی و در اردوگاه لیبی در محاصره توبرک مورد استفاده قرار گرفت، به برجک توبرک معروفه. اینا رو برای جاسازی آتش‌زنه‌های اسلحه‌های متوسط طراحی کرده بودن و درست مثل یک کوه یخی فقط مقدار کمی از اون در سطح قابل دیدنه. برای دیدن اینکه واقعا در اونجا چی میگذره باید زیر زمین رفت. این اتاق یه جور محل سکونته که به عنوان پناهگاه حملات هوایی هم استفاده می شده و با توجه به اندازش احتمالاً یه تیم 5 نفره رو توی خودش جا می داده. و این همون برجکه. یه مقداری مثل برجک تانکه. تیربار روی این حلقه آهنی داخل لبه سیمانی کار گذاشته شده تا گردش 360 درجه داشته باشه. و این به زمین خیلی نزدیکه. نظریه این بوده که تا زمانی که این تیربار باز بشه و همه جا رو ویران کنه کسی از مکانش اطلاع نداشته باشه و فقط فکر میکنن که احتمالاً باید اینجا باشه. در حالی که توبرک‌ها دفاع مرگباری را مقابل حملات پیاده نظام برای عقب راندن تانک‌های متفقین تامین می‌کنند، کسلرینگ اسلحه‌های مرگبار دیگری را به کار می‌گیرد. پانزشتلونگ، زیرزمین یک زاغه مهمات که با 1.5 متر سیمان احاطه شده، پناه یک تیم آتش 9 نفره است. یک برجک تانک تامین کننده قدرت آتش اسلحه 75 میلیمتری است که در بالاترین قسمت کار گذاشته شده. پانزشتلونگ و توبرک‌ها توسط مین‌ها محافظت می‌شوند و دریایی از سیم‌های خاردار به آلمان‌ها کمک می‌کند تا دره لیری را به منطقه مرگبار تبدیل کنند. زمانی که متفقین حمله روی خط گوستاو دور کازینو را در اول فوریه 1944 اجرایی می‌کنند، آلمان‌ها منتظرشان هستند. در طول نبردی که طی 2 هفته آتی شکل گرفت، آلمان‌ها از موقعیتی مستحکم در کوه‌ها و جاسازی اسلحه‌های سیمانی در دره سود بردند و مرتباً حملات متفقین را سرکوب کردند و جاده منتهی به روم تحت کنترل آلمان باقی ماند. اما در حالی که آلمان‌ها دفاع در برابر حمله مستقیم روی خود را رهبری می‌کردند، نبرد برای کازینو در حال رسیدن به مراحل شدیدی بود. در 14 فوریه 1944 آلمان‌ها با موفقیت اولین حمله متفقین را در خط گوستاو سرکوب کردند. اما یک دژ دفاعی هست که به خاطر خاصیت مذهبیش آلمان‌ها هنوز از آن استفاده نکردند. صومعه بندیکتی مونته کازینو که امروزه بازسازی شده است. میدونی وقتی اینجا وای میسی متوجه میشی که این صومعه چقدر بزرگه و میفهمی چرا بر تمام مناظر اینجا تا مایل ها دورتر برتری داره و واقعا خیره کننده و تأثیر گذاره. واقعا میگم. قبل از جنگ سرفرماندهی آلمان‌ها با واتیکان قراردادی می‌بندد که از صومعه برای اهداف نظامی استفاده نکند.
آلمان ها باید با 250 متر منطقه حذفی دور تا دور سومه موافقت میکردن، ولی ما میدونیم که مطمئناً آلمان ها در ساراشیبی های زیر ما بودن. و بعد یه نگاه به این تونل میندازیم. چرا از این استفاده نکردی؟ باید بگم اگه یه فرمانده آلمانی بودم خیلی وسوسه میشدم که از اینجا استفاده کنم. شاید نه به عنوان جای اسلحه، بلکه به عنوان پناهگاه. منظورم اینه که اینجا رو ببین، کاملا مستحکمه، مثل یه جور تاق به سمت داخل قلعه است. متفقین بیش از پیش به فعالیت آلمان‌ها در اطراف صومعه مشکوک می‌شدند و همچنین به اینکه آنها از صومعه به عنوان دیدبانی استفاده می‌کنند شک می‌برند. در صبح روز 15 فوریه 256 بمب افکن آمریکایی صومعه را ویران کردند. اینکه متفقین صومعه مونته کازینو رو بمباران کردن یکی از بزرگترین اشتباهات جنگه. یک فاجعه در روابط عمومی. اونا یکی از فوق‌العاده ترین ساختمان‌های اروپا رو خراب کردن و واسه همین بود که به هیچ کدوم از اهدافشون نرسیدن. به خاطر امنیتی که تپه‌های اطراف داشتند، آلمان‌ها شاهد بمباران‌های بیفایده و عقب نشینی حمله زمینی که در پی داشت بودند. و سپس متفقین خود شهر را نیز بمباران کردند. زمانی که بمباران شروع شد، یوب کلاین در سرداب یک هتل پناه گرفته بود. طی یک زمان 3 ساعت و نیمه متفقین بیشتر از 100 تن بمب روی شهر انداختند. کلاین که به تازگی به خاطر شجاعت‌هایش به مقام ستوانی ارتقا یافته بود، آرام ماند. هی، همه چیز خوبه؟ یادتون باشه اونا هرچی از بمب استفاده کنن ما شانس بردنمون بیشتره. این خرابه ها هم محافظ ما هستن هم ناجی ما. زمانی که تاخت و تازها تمام بشود، این صومعه و شهر تبدیل به کندوی عسل پنهانی و غیر قابل نفوذ آلمان ها می شود. با بمبارون کردن شهر کازینو منتفقین دفاع رو برای آلمان ها راحت‌تر کردن. اونا توانایی اینو داشتن که خودشون و پیاده نظاماشون و تانکاشون رو پنهان کنن و مهمتر از اونا این که میدونستن این مکان سرعت متفقین رو پایین میاره و مانع تشخیص مکان آلمان ها میشه. در حالی که نبرد در خط مقدم شدت گرفته بود، در 75 کیلومتری شمال آلمان ها با یک حمله غافلگیر کننده گیج شدند. پارتیزان های ایتالیایی در یک اقدام بیرحمانه در برابر نیروهای اشغالگر آلمانی در کمین یک دسته SS در روم نشسته بودند. 33 نازی کشته شدند. خبر به مقر فرماندهی هیتلر رسید. باید درس عبرتی بهشون داد. هیچ رحمی در کار نیست. در ارتش بود کسلرینگ بگین که در ازای هر یک نفر از اعضای نیروی امنیتی ما که کشته شده، من به عنوان صدر اعظم دستور اعدام 30 نفر ایتالیایی رو میدم. روز بعد کسلرینگ دستور هیتلر را دریافت کرد. قتل عام آردیاتین یکی از نادرترین قتل عام‌های دست جمعی در تاریخ جنگ بود.
در خط مقدم متفقین حمله همه جانبه ای را دور تا دور کازینو به قصد شکستن خط گوستاو یک بار برای همیشه راه اندازی کردند. در حالی که متفقین به صورت همزمان در امتداد ساحل به سمت کوهستان و در راستای دره لیری در حال حمله بودند، دفاع آلمان ها اشباع شده بود. خط گوستاو بالاخره شکست خورد. یوبکلاین حالا در حال عقب نشینی بود، ولی سرعت پیشروی متفقین او و مردانش را غافلگیر کرد. آنها از بقیه گروهان جدا افتادند. من میدونستم که تنها شانس ما اینه که تو تاریکی سهم کنیم و سعی کنیم از میون خطوط دشمن به موقعیت خودمون برگردیم. ناگهان با دشمن روبرو شدند. ما به هم خیره شدیم. من هنوزم میتونم اجزای صورت شوهرتون بکشم. به طور پاک نشدنی در ذهنم حک شده. بخوابین رو زمین. اون شب ما میتونستیم تحت پوشش تاریکی هوا با یه هدف ناامیدانه برای رسیدن به خطوط خودمون فرار کنیم. زود باشید! به طور معجزه آسایی تموم ارتش موفق شدن برگردن. آلمان ها بالاخره از دره لیری عقب نشینی کردند و در 4 ژوئن نیروهای آمریکایی وارد روم شدند. گرفتن مالکیت روم برای متفقین واقعا مهم بود، چون ضربه روحی عظیمی به آلمانا میزد و تقویت روحیه خیلی خوبی برای جهان بود. آلمان ها حالا در جناح پشتی هستند. آنها آماده راه اندازی دفاع بزرگتری در کوههای آپناین شمالی می شوند. نبردی که تصمیم گیرنده نتیجه کل اردوگاه ایتالیایی خواهد بود. جون 1944 هنگامی که متفقین تسخیر روم را جشن گرفته بودند، آلمان ها ساخت و ساز آخرین و مستحکمترین خطوطشان را افزایش دادند. اما زمان پروژه برای کسلرینگ در حال اتمام بود. من میخوام تمام پلا و تونلا و جاده ها تخریب بشن. در حالی که متفقین دارن جشن میگیرن، ما میتونیم بهشون حمله کنیم. موقعیت ما باید قبل از حرکت دشمن کامل بشه. ما باید هر کاری لازمه رو انجام بدیم. کسلرینگ 15,000 غیر نظامی ایتالیایی مشمول سربازی را فراخواند تا تحت نظارت مهندسین آلمانی خط گوتیک را قوی ترین و مستحکم ترین خط دفاعی کنند. در سرتاسر کوههای آپناین بیشتر از 2000 آشیانه تیربار، مخزن و زاغه مهمات، برج دیدبانی و موقعیت توپخانه ساختند. خط گوتیک به این علت برای آلمانا بسیار مهم بود، چون اون طرفش رودخونه پو و یک دره وسیع بود که وقتی به زمین مرتفع برسی به خود آلپ رسیدی. و وقتی متفقین وارد رودخونه پو شدن، اون وقت میتونن از همه اسلحه ها، ابزارها، ماشین ها و نیروی هواییشون استفاده کنن و آلمان ها هیچ جوابی براش نداشتن. توقف بعدی آلپه و اون طرف آلپ خود آلمانه. 2 نقطه ضعف آشکار در گذرگاه فوتا و گذرگاه جیوگو وجود دارد، جایی که جاده ها یک مسیر را از کوه به سمت آن سوی دره قطع می کنند. کسلرینگ همینجا توانمندترین اسلحه هایش را جاسازی کرد. کاپیتان سابق ارتش بریتانیا پاتریک بوری به دنبال باقی مانده های این قلعه دفاعی در گذرگاه فوتا می گردد. بله، دقیقاً این یه موقعیت دفاعیه. بیاین ببینیم دقیقاً چیه. اینجا شما یه درب فولادی دارید.
که میتونستی در طول جنگ ببندیدش. پس این نشون دهنده یه جور زاغه مهمات جنگیه. و اگه به این طرح کلی نگاه کنید تقریبا مطمئنیم که یک موقعیت ضد تانک بوده. اینجا یه اسلحه ضد تانک وجود داشته که این شیب بهشون اجازه میداده که به راحتی به محل قرارگیریش توسط چرخ‌ها هل بدن و چند شکاف برای پایه‌ها. و بعد اینجا تصویب کننده ها درست اینجا بالاشو برای حفاظت از خدمه. و بعد این بیرون به این سمت دشتی از مهمات جاسازی شده که در زیر این دره موجوده. و اونجا اون طرف شکاف فوتا رو دارید که تانکا سعی میکردن از اونجا برن چون زمین خیلی پسته و این موقعیت اونا رو از پیشروی باز میداشته. و به خاطر این طراحی ساخته شده که بتونن به صورت راستایی به روی تانکا از سمتی که ضعیف‌تر هستن آتش ببندن. اسلحه 7.5 سانتی متری آلمانی که اینجا بوده میتونسته تانکای متفقین رو با ضخیم‌ترین ذره در یه محدوده مناسب درگیر کنه. در حالی که متفقین تانک ها و توپ هایشان را در یک جا جمع می کردند، آلمان ها منتظر یک حمله اجتناب ناپذیر بودند. یوبکلاین فرمانده یک موقعیت دفاعی بر روی خط گوتیک است. بعد از 4 سال جنگیدن، او یکی از با تجربه ترین سربازان باقی مانده بر روی خط است. سربازای جوان بسیار مشتاق بودند که به خط مقدم برسن و تن به تن بجنگن، اما بی تجربه بودن. یک بار دیگه پیرترا موندن و جوانترا مردن. بیشتر از تجربه است، یه جور حس ششمه. خطر رو بو میکشیدن. پیرترا همه مثل هم بودن. آتش! 25 آگوست 1944 جنگ برای به دست آوردن خط گوتیک شروع شد. آلمان ها با بارش توپخانه‌ای سنگین متمرکز در دو گذر کوهستان روبرو شدند. پاتریک بوری در حال کاوش در قله مونته آلتوتزو که به گذرگاه جیوگو مشرف است. وای، اینو ببینید. موقعیت میتونست توسط آلمانا نگه داشته بشه و کاملا به دره زیری تسلط داره. و میدونید که اهمیت این مکان فقط به خاطر جاده‌ای که اون پایینه که در این ناحیه نادره. این جاده به سمت کوه ها میره، پس هر چیزی که سعی کنه از اونجا رد بشه موفق نمیشه مگر اینکه کوهو بگیرن. پس باید بگیرنش. نگه داشتن موقعیت‌های متمرکز در نزدیکی قله. آلمان‌ها منفعت زیادی از آن بردند. خب به من گفته شده که یه پست دیده‌بانی این پایینه. اوه بله، اینو ببینید. این کاملا روشنه. و هنوز عمق داره. میتونی وای اینو ببینی. فقط میتونی اینجا نشستن رو تصور کنی. سپتامبر 1944 سرباز آلمانی تو رادیو رو تو مرکز فرماندهی اونجا تحویل میدی. احتمالاً یه اسلحه هم بهت داده میشه برای دفاع از خودت. ولی میدونی منظره دیده‌بانی واقعا زیباست. وقتی متقاعد شدند که موقعیتشان غیر قابل یورش است، آلمان ها گارد را پایین آوردند. آمریکایی بعد از 5 روز حدوداً 50 متر از این موقعیت ها رو گرفتن و آلمان ها اصلا متوجهش نشدن، فقط به خاطر اینکه آمریکایی‌ها به آرامی و در شب پیشروی می‌کردن. در 17 سپتامبر سربازان آمریکایی به قله رسیدند. آلمان ها با این حمله مخفیانه کاملا غافلگیر شدند و بعد از چند شلیک مختصر تسلیم شدند. مونته آلتوتزو که موقعیت کلیدی خط گوتیک بود از دست رفت. دو لشکر آمریکایی در تلاش برای تصاحب این ناحیه‌اند که شامل 20,000 مرد میشه و این مکان برای متوقف کردنشون خیلی حیاتیه. ولی جالب اینه که در این ناحیه یک نبرد نزدیک بین 10 پیاده نظام تصمیم گیری شد و وقتی موقعیت رو تصرف کردن خط گوتیک شکست خورد.
آخرین دژ دفاعی شکست و آلمان‌ها برای متوقف کردن پیشروی متفقین نمی‌توانستند کاری بکنند. با فرار رسیدن بهار، لشکر زره‌پوش متفقین به سمت دره پو و آلب سرازیر شدند. اول می 1945 یوب کلاین حالا در شمال ایتالیا می جنگد. من در تعقیب یه اسیر جنگی آمریکایی بودم که از دست ما فرار کرد. امکان نداشت که بذارم بعد از اون همه چیزایی که سرمون در آورده بود فرار کنه. اون آمریکایی کجاست؟ هیتلر مرده. گوش کن، داره از رادیو اعلام میکنه دیگه احتیاجی نیست به جنگی. در دوم می آلمان ها بدون شرایط تسلیم متفقین در ایتالیا شدند و این نقطه پایان اردوگاه ایتالیایی بود. بعد از جنگ کلاین به نجاری رو آورد. او بعدها شرکت مونته کازینو را تأسیس کرد که فعالیتش در زمینه صلح و مصالحه است. او در سال 2014 از دنیا رفت. کسلرینگ نتوانست از عاقبت قتل عام غیر نظامی آردیتاین فرار کند. در 1947 به خاطر جرم‌های جنگیش محاکمه شد. در 1952 از زندان آزاد شد و 8 سال بعد فوت کرد. خطوط دفاعی کسلرینگ تاکتیک موفق خارق‌العاده‌ای بود که پیشروی نیروهای متفقین را برای 18 ماه به تأخیر انداخت، ولی در آخر توسط آتش قدرتمند و طاقت فرسای متفقین شکسته شد. میراث این خطوط و درگیری بین آن کشته شدن 200,000 مرد بود. یکی از پرهزینه ترین اردوگاه های کل جنگ.